گوشه آروم پیدا کن. بشین یا دراز بکش و چشمهای خود را آروم ببند. نفسی عمیق بکش. نفس خودتو حس کن. موقع نفس کشیدن به درون، نفس خود رو از نوک انگشتای پاهات حس کن که میاد بالا به سمت زانوها، به سمت کمرت، سینه‌تو پر میکنه و میرسه به فکرت. چند ثانیه نفستو نگه دار. ببین که بدنت پر از نفس شده، پر از زندگی. آروم بازدم نفس خود رو کامل خالی کن. حالا شروع کن به شل کردن بدنت. راحت کن بدنت رو. از نوک انگشتای پات شروع کن. حسشون کن. دونه به دونه انگشتای پات رو لمس کن. با چشم دلت ببین. انرژی رو اونجا حس کن. کف پاهات رو حس کن. پاهایی که سالها باهاشون راه رفتی، باهاشون راه رفتن رو یاد گرفتی، باهاشون خوردی زمین، ولی یاد گرفتی که دوباره بلند شی و این دفعه محکمتر به راه ادامه بدی. به حس کردن اعضای بدنت ادامه بده. زانوهات، رون پاهات، میلیاردها سلول، رگ و باعث شده که تو اینی باشی که هستی. این بدن تو همیشگی نیست. یه روزی بدنت رو میذاری روی این زمین خاکی و پرواز میکنی. قدر بدنت رو بدون، لمس کن، مهربون باش با بدنت. هر جایی که احساس گرفتگی میکنه رو نگاه کن، حس کن، بهش عشق بده و از درد رهاش کن. نفسی عمیق بکش و تمام حواست رو بده به ناحیه شکم، جایی که بیشترین حس رو از نفست میگیری. نفسی عمیق شکم خود رو با نفس‌هات پر کن. نفس خود رو نگه دار. تکون‌های شکم خودت رو حس کن. اونا نفسن، اونا زندگی‌ان. اونا باید دارن به تو میگن که زنده‌ای و نفس میکشی. حالا خیلی آروم نفس خودت رو به بیرون بده. تو فکر میکنی که داری نفس میکشی. نفس تو رو میکشه. حتی اگه هیچ تلاشی نکنی، زندگی توی تو
جریان داره. نفسی عمیق، آروم، طولانی به قلبت سفر کن، به اون قلب گرم و نرم و آشنا، قلبی که همه ی حسای زندگیت رو تو یه تیکه جا دادی. عشق رو یاد گرفتی، عشق، دوست داشتن، لذت بردن، خیره شدن به آفتاب، به غروب، به باران. تو قلب خودت حس کن اون روزی رو که از ته دلت خوشحال بودی. اون روزی رو حس کن، تجربه کن، زندگی کن، به یاد بیار کجا بودی، کیا دورت بودن. چشمای خودتو نگاه کن، برق داشت از خنده قلبت. یادت بیاد کی بود اون روز؟ حسش کن. اگه اشکی توی چشمات حلقه زده، حسش کن، بفهمش، قایمش نکن، برو تو دل حسات، حسشون کن. نفسی عمیق به قلبت و با بازدم به زندگی. تو همون حال خوب اون روز بمون، همون روزی که چشمات از خنده برق میزد. حسش کن، توش گیر نکن، همون حس رو ادامه بده. به خودت بگو من هستم. زندگی رو یادت بیار، صدای بچه ها تو مدرسه، صدای خنده های دخترای دبیرستانی، خودت تویی، پسرای بازیگوش توی کوچه، تویی تو همون بچه کوچیکی هستی که یادش رفته میخواسته همینی باشه که الان هستی. فکرها میان و میرن مثل ابرای تو آسمون. فکره جزوی از آدم بودن ما آدم هست. چی کارش کنیم؟ بذار باشه، بذار بیاد، بذار بگه. میره، نمیمونه. یادت بیاد روزای سخت زندگی تو که پر بود از فکرای بد و زشت و کثیف. نیستن. کجان؟ فکر وجود نداره. این تویی که هستی، نه بدنت، قلبت، دلت، روحت، اونی که داری دنبالش میگردی. همینجاست، نگاش کن. نگاش کن. نفسی عمیق بکش. نفستو نگه دار توی سینت و موقع بازدم خودت رو ببین با چشمای بسته. خودت رو ببین. ببین که چقدر دوست داری خودتو. با خودت جوری رفتار کن که با بقیه میکنی. دوست خودت باش. میشه دستای خودتو بگیری؟
میشه دستای خودتو همین الان بگیری